دو بخارا رو میبینین در تصویر. چه گلکایی هم می طرف دوستان عزیز مانده. نگفتم دوستان عزیز میشه یعنی پیاده روش هم گلدانای وسط سرک اینقدر پر گل هستن، میوه های تازه و متو خوبش ببینین همه چیز از دوستان عزیز چی میخواین چی بوین که نیست دیگه، انگور، پزناک و کل چیز از خلاصه چیزی که فصلش هست، حتی تربوز خربوزه که فصلش آب خلاص شده این دوستان عزیز موجود است. ببینید دوستان عزیز از شهر کابل از اینجا دوا میبرن. این یا دوستان عزیز کلش گودام هستن. مثلا در شهر نوای شما برین خانه های مسکونی کلش چی هست، چی نام داره، دفاتر هست، اینجا کل زمین آپارتمان ها زیادترش گودام ها هست. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، ما در چهارراهی هتل پروان شهر کابل هستیم. در خود چهارراهی نیستیم، نزدیک است. این طرف دوستان عزیز شیریه خوزجالی سمت دو بخارا رو میبینین در تصویر. چه گلکایی هم این طرف دوستان عزیز مانده. نگفتم دوستان عزیز میشه یعنی پیاده روش هم گلدانای وسط سرک اینقدر پر گل هستن، اینقدر زیبا هستن. اما تو این گلدانایشون دوستان عزیز طرف میوه ها رو ببینین دوستان عزیز، میوه های تازه و متو خوبش ببینین همه چیز از دوستان عزیز چی میخواین چی بوین که نیست دیگه، انگور، پزناک و کل چیز از خلاصه چیزی که فصلش هست، حتی تربوز خربوزه که فصلش آب خلاص شده این دوستان عزیز موجود است. ببینید چه یک فضاگک از دوستان عزیز، چقدر فضا تازه است و زیبا و خوبش. به اینجا اگه قدم بزنین واقعا کیف میکنین از قدم زدن. این طرف هم دوستان عزیز هتل پروان شهر کابل است که در تصویر میبینین. این خود چهارراهی هتل پروان و اون پشت سرش هم دوستان عزیز خود هتل پروان، هتل عروسی پروان است، کاخ عروسی پروان که در تصویر میبینین. این طرف هم دوستان عزیز گرامای دوا و دواخانه هست، اینا کلش دواخانه هستن. این طرف دوستان عزیز هتل پروان دیگه مردم کلگی به دوایش میشناسن، یعنی دوای درجه اول، خوبش، اصلی، ارزان دیگه کلا بخش دوستان عزیز مردم منام دواخانه میشناسنش و دواخانه های اساسی کل پایتخت همیشه است و مردم از همیشه پایتخت از همیشه میان دوستان عزیز از شهر کابل از همیشه دوا میبرن. این یا دوستان عزیز کلش گودام هستن. مثلا در شهر نوای شما برین خانه های مسکونی کلش چی هست، چی نام داره، دفاتر هست، اینجا کل زمین آپارتمان ها زیادترش گودام ها هستن، فابریک های دواسازی هستن و همه چیزا. و دوستان عزیز سرک هم ادامهش و چهارراهی لبجر یا چهارراهی اسپا میرسه و اینجا هم دوستان عزیز حصه سیوم خیرخانه کابل است که مربوط به SC میشه. این لوازم دوا و دوستان عزیز لوازم بهداشتی این تماما موجود است. سراسر از اینجا دوستان عزیز دواخانه هاست دو طرفی سرک. این طرف هم اگر ببینیم این طرف هم ببینیم ساختمان های کلان کلا وارد کننده ها هستن، تولید کننده ها هستن و فروشنده ها هستن به صورت عمده و پرچون. هتل پروان دیگه دوستان عزیز تا اینمی قسمت ها دیگه باز کم کم خلاص میشه. بعد از دیگه اون طرف دوستان عزیز آشپزخانه ها میای، آشپزخانه های بسیار مجهز و عالی که بعض وقتا که میمونی میداشته باشه، میمونی بزرگ البته، یا یگان محافل نامزدی شیرینی خوری دخانه یا دیگان باغماغ میرن در این وقتا رواج شده، باز به اینا فرمایش میتن. اینا باز تا 500 یا 1000 نفر، تا 1000 نفر زیاد نمیشه، 1000 نفر بسیار زیاد است، در هتل میگیرن که قوم خیش داشته باشه. 100 نفر 200 300 که کارا باز درایوری کرده در پشت خانه‌تون براتون میارن دوستان عزیز. اینجا مثلا ببینید آشپزخانه
غذای صحی سلامت است. یعنی رنگش که زرد است. پیشتر بریم، حالا آشپزخانه های بسیار مدرن و زیبا و پاک میبینین دوستان عزیز. اول راه هست. پلازاهای بسیار خوبش، آپارتمان‌های بسیار خوبش دوستان عزیز این سرک موقعیت داره. مثلا نمی روبروی می‌بینین قوارش مرا یاد چی میندازه دوستان عزیز؟ سینمای پامیر یا وزارت مخابرات. شکلش نیه، ما از بغل کسای کنین دقیقاً همون یک نما داره نداره شما بگوین. فکر به نظر من خامت یک نما داره و همه تو معلوم میشه. چقدر زیبا معلوم میشه دوستان عزیز، چقدر زیبا هست واقعتش. همین رنگش، همه چیزش. این سرک هم دوستان عزیز یکی از سرک‌های زیبا و مقبول و مفشل شهر کابل است. پاک است، زیبا هست و نزدیک است. لیسه مریم، سرای شمالی، سرک میدان و تمام جاها دسترسی دارن. طرفم دیگه دوستان عزیز لبنیات فروشی ها هست. نمایندگی گوشت مرغ و تخم مرغ، لبنیات فروشی وطن و همونطور همه چیز دوستان عزیز. اینیا دوستان عزیز همون ساختمان بود که پیش دیدیم. ببینید خوب بلند با است. زیباست، واقعا زیبا جور شده. بعض از رنگ ها هست دوستان عزیز که اگر چرا کام شون اونقدر معلوم نمیشه، مگر بعض از رنگ ها هست مثل می سفید و زرد مکمل که یک زرگک خاک هم در روش بشینه. خلاصه بعد از یک مدت فکر میکنی که هیچ رنگ نکدی او خانه را. اما بعض از رنگ ها هست مثل از این رنگی که می آپارتمان کرده بود که همون گفته مردم ما چرکوردار است، تا قدر زود رنگش چرک نمیشه و خراب نمیکنه خدا. این طرف هم دوستان عزیز کورس تیسول است اگر نامش اشتباه نکنم و اکادمی زبان انگلیسی اینترنشنال که در تصویر میبینین خودتان. آپارتمان های جدید همچنان دوستان عزیز در حال ساخت و ساز هستند و آشپزخانه ذائقه آسیا هم دوستان عزیز در پایین ندمو ساختمانی طرفترش میبینین. آشپزخانه ها دوستان عزیز دمیجه شروع میشن دیگه. او طرفتر هم بود، البته این طرفتر زیاد هستن، سابق زیادتر بودن بیخی زیاد دوستان عزیز. حال جاهایشون دکانا زیاد گرفتن، نمیفهم چرا. یعنی مثلا آشپزخانه ذائقه آسیا دوستان عزیز، این طرف آشپزخانه سلیقه است و چه یک آپارتمان است در دوستان. باش طرف سرک یک ذره بریم براتون نشون بدم ببینید. از بغل شاید قدر معلوم نشه اما بسیار زیبا و مقبول است ساختمان. تماما از سنگ کار شده. این طرف هم دوستان عزیز آشپزخانه سلیقه هست که در تصویر می‌بینیم. این آشپزخانه های مدرن و پاک و خوبش هستند دوستان عزیز که غذایشان هم البته متمدار و خوبش است. این طرف هم دیگه آشپزخانه هاست و روبروی هم هارون رحمانی تاور می‌بینین دوستا. آشپزخانه و تهیه غذای شاهی هم دوستان عزیز اینا در این طرف سرک است. آشپزخانه نایاب و قلب آسیا در این طرف سرک است. ظروف کرایی هم از دوستان عزیز در این بخش زیاد. یعنی مثلا آشپزخانه تاج از ببینین فکر میکنین یک هتلک است، شیپش به مثل یک هتل جور کرده و مثل یک رستوران. تک چقدر با زیباست، ببینین زیبا و متو مقبولک. و هارون رحمانی تاورم دوستان عزیز یعنی تاور است. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.